این غلام دیگر حیثیت و شرف ندارد. مفکوره غلامی و مبلغی از حساب آن دریافته دیگر برایش امکان نمی دهد که از مقدسات سخن گوید. حتی اسلام او در نوک زبانش است، نه در عمق قلب. اگر مسلمان حقیقی می بود از تهمت، غیبت، دروغ، دشنام، ناسزا، بدنام کردن دیگران، رنجانیدن، عیبجویی، سخنچینی، ریا در گفتار، شهادتی بر دروغ، خبری را ندانسته پهن کردن، سوء استفاده دین و مذهب، با مکر و فریب قرضدار، کساد و خانه ویران کردن مردم پرهیز میکرد. بعدا ما فهمیدیم که یک پسر داشته است ملا قلندر به نام محمد اقبال و او در دست غلام قماندان دادر قماندان امیر بدسته و پیش خدمت او چریک بگیم به زبان مردم افغان پسر ملا قلندر استفاده میکرده بیستن. خبر ما هم بسیار یک فهمیدیم ننگ من اومد که این پسر تاجیک اونو همچون پیش خدمت استفاده با غلام یک واخوری کنیم و دعوا کنیم که اونا را پس بگیریم. ما هم قوی کلان داشتیم وقت در افغانستان و با کدام نفری که ضرورت میشید استفاده برده میتونستیم و او قماندان غلام هم در همو خانه آباد جایگیر بود. صد روی کاری مصلحت ما کردگی همین با رهبریت همین حزب اسلام و همون کلان سالان در بین ماجرا زندگی میکردگی مردم ماجر تاجیک بودن که اونا صد همین راشتن و به ما مصلحت دادن که این کار نکنیم که با خونریزی میشه بین مردم محلی همون خانه آباد و مردم ماجر با مناسبت دیگر بزیب می شود که خونریزی که شد برای همین نماندن و بعدا چند روز پس فهمیدیم که ملا قلندر پسر شو از همون قماندان غلام چند پول داده با پول خرید از گرفت است و از شرم در بین مردم خانوباد دیگر زندگی کرده نتونست است و به طرف هرات رفت. از شاخه‌های دیگری پسیکوپاتی این همجنسگرایی می باشد، یعنی که همجنسگرایی علاقه جنسی به همجنس خود. این اول در شعوری همون بیمار پیدا می شود. بیمار اول کوشش می کند که به این مبارزه برد، لیکن در آخر با مرور زمان با گذشت وقت شعوری بیمار رو پورا فرا می گیرد و در بیمار دیده می شود مثلا اختلال رفتار، آنها دیگر کردارهای خود رو اداره کردن نمیتونن، یعنی که بیمار به همون خواهش‌های بداخلاقانه خود که در شعور وی پیدا میشوند مبارزه بردن نمیتونه. تا چند قدری که کوشش میکند که همین کردارهای خود رو پنهان دارد یا که به همین کردارهای ناشایسته دست نزند، لیکن به اون میسر نمیگردد. باید مخصوص قید کنم که شخصان گرفتاری این بیماری یعنی که همجنسگرا با مرور زمان با گذشت وقت شر در آنها نیز میشن، حتی آنها ترس رو نیز از خود دور میکنند، یعنی که ناترس میشن. انا برای به هدفهای غرضناک خود رسیدن حتی میتونن که به دیگر کارهای ناشایسته و مثال به جنایت مثال میتونن دست بزنن. یعنی که چقدر در بالا گفتیم این ناموس این آدم‌ها نیست میشود. این آدم‌ها به حالت خود به حالت نهایی خود از نقطه نظر تنقیدی نگاه نمیکنن، یعنی که چقدر که به اصطلاح با زبان روس میگن به حالت خود کریتیکا ندارن. ملا قلندر با اهل عائله‌اش به هرات کوچ بست، یعنی خواست از نظر جامعه و مردم خودی آبرو ریخته و پسر ناموس باخته‌اش را پنهان کند، ولی کجا میتوان از خود گریخت؟
هر دفعه محمد اقبال را دیدند آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را می‌سوخت، خاکستر می‌کرد. پزم این شب و روز از خانه غیب زدن‌های محمد اقبال احوال او را خرابتر می‌ساخت، زیرا یقین می‌دانست که پسرش باز پی جستن ملهم دردی بی دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهگار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طور روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید. بعد فریب دادن شریکان تجارتی و صاحب مبلغ مفت گردیدن او به اروپا گریخت و جامعه را دریافت که برای دردمندان چون او مکان راحت است. او اکنون مصرعی کند همجنس با همجنس پرواز را زود تکرار می کند و به معنای اصلش شرح می دهد. تنها پدرش را تا آخرین نفسهای عمرش نبخشید، چون در وجودش نیمی ذره از اصالت انسانی و مهر بر پدر باقی نمانده بود. در جنازه او اشتراک نکرد، حالانکه در اروپا قرار داشت و با خرج کمترین می توانست خود را تا مکان دفن پدر رساند. بین فرانسه و پولشا حرکت بی‌محدود قطاره و اتوبوس های مسافرکش نگاه نکرده به جنازه پدرش نآمد. پدر پرارمان دنیا را ترک کرد و پسر حتی پس از مرگش او را نبخشید. اونایی که از پدر رنجیدن خیلی روشنن. این گونه آدمان از تمام رهبرها میرنجند، زیرا دعوای محبت پدر رو از رهبر میخواهد بگیرد. رهبر که پدرش نیست اون رو داده نمیتواند. او از رهبر ناراضی است و از معلمش ناراضی است و از رئیس قشلاقش ناراضی است. و من از همه آنهایی که از نگاه موقع اجتماعی روانی میتوانند در مسند پدر بشینند، از اونها اون دعوا رو دارد و از بس که گرفتن نمیتوانند همیشه در حالت جنگ، مخالفت، ناراضگی، اعتراض با این آدمان قرار دارد. پرهیز میکرد. محمد اقبال صدرالدین قربانی است، قربانی جنگ و جنگ اندازها در سیمای تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی. جنگی که برادر را میکشت، جنگی که یک نفر را به خیانت کردن مواجه ساخت. اول در برابر ناموس جوانمردی، اکنون بر ضد ملت خود. تحقیر و بی‌ناموس شدن خود را عیب ملت حسابیدنی است. میخواهد انتقام گیرد. توسط هرزگویی ها و حقارت و توهین در شبکه های اینترنتی آرزو دارد که چنین درد و بدبختی ها باز بر سر ملت بیاید. تعداد خیانتکاران و همصف و همدردان خود را زیاد نماید. مسلم است که ملت ها محض برای پیشگیری نمودن چنین فاجعه های ننگین و سنگین استقلالیت می‌خواهند. صلح و صلاح، آرامی و آسودگی را مقدس می‌دانند. ما نیز باید به تکرار شدن چنین حوادث ننگین دیگر راه ندهیم. ریشه منفور عقیده، مفکوره افراطی تبلیغ کننده جهالت و تاریکی را که زمینه بر سر محمد اقبال ها آوردن چنین اذیت و آزار را فراهم می‌سازد نیست نماییم. امروز ما در وطن عمر به سر میبریم که راه فردای نورسان و جوانانش روشن و درخشان است. هر یکی از تمام امکانات برخوردار است تا آزادانه در مکتب، دانشکده و دانشگاه تحصیل نماید، راه دلخواه سرنوشتش را خودش انتخاب کند و آینده خود را با دست خویش بسازد.